به عکس کودکیم نگاه کردم و گفتم پسرک توی این عکس باید 5 یا 6 ساله باشد. اما آنطور که به یاد می آورم و دیگران گفتند این موجود بدقلق در همین عمر کوتاهش ماجراهایی را از سر گذرانده است. من فهمیدم این 4 تکه استخوان توی عکس که قدش به زحمت به 1 نیمکت می رسد به مراتب از من دیلاق امروز شجاعتر است. این روزها بارها به چشمان غمگین و لجوجش خیره شدم و از استیصال هیبت بزرگسالم خجالت کشیدم. من فهمیدم گاهی پژواک قصه از یاد رفته کودکی کوچک نفرین دالانهای یک ذهن یخزده را باطل می کند و آدم بزرگ هراسانی را به میدان نبرد باز می گرداند. حتما بین عکس‌های شما هم عکس دخترک یا پسرکی هست که داستانی نجات بخش را از سر گذرانده باشد. نیست؟ قصه کودکی که با دستهای کوچکش جنگیده، دوام آورده و با هر جان کندنی که بوده زندگی را به تو رسانده است. به تو که تنها و ترسیده فراموش کرده ای، از یاد برده ای ماجرای نبردهایت را. من فکر می کنم این پرسش جای درنگ دارد. کدام تصویرت گور را به رحم تبدیل خواهد کرد؟